به نام خدا بهرامی هستم. با آموزش پایه اکسل در خدمت شما. در اول آموزش به شما یه سری از نکات و مفاهیم اولیه اکسل رو توضیح میدم تا با فضای نرم افزار آشنایی پیدا کنید. خب، به این مستطیل ها ما سلول میگوییم که اسمشون به انگلیسی سل هستش که ما میتونیم در اونها مثلا حروف تایپ کنیم یا اعداد، فرقی نمیکنه. و در بالا تعدادی حروف مشاهده میکنیم که از A تا W برای ما هستن. وقتی روی کدومشون کلیک میکنیم به شکل یک ستون در میان و این ستون ها عمودی هستن و اسم انگلیسیشون کالن هست که عمودی هن دیگه. و در سمت چپ هم تعدادی اعداد مشاهده میکنیم که از 1 تا 29، هر چقدر که بریم پایین تر این اعداد هی بهشون اضافه میشه. وقتی روی کدومشون کلیک میکنیم به شکل یک سطر افقی برای ما میان. اسمشون هم به انگلیسی روه که برخلاف ستون که اون ستون عمودی بود، این افقی سطر. و سلول ما یک مختصات و آدرس داره که در سمت چپ تصویر میبینید. الان سلول من مثلا تو ستون آی ردیف 12 اینجا. تو پروژه های بزرگترم بخوایم دنبال یک سلول بگردیم دیگه نمیایم هی بریم دنبالش، همینجا یه دقیقه آدرس سلول تایپ میکنیم میریم. مثلا من میزنم پی مثلا 15، خودش میره سراغ سلول پی 15 و به اینا هم میگن کاربرگ که ما میتونیم کاربرگا رو اضافه یا کم کنیم نسبت به اون کاری که داریم. و این هم سربرگ ماست که داخلش اطلاعات و داده رو وارد میکنیم. داخل این سلول وقتی اون حروفمون رو تایپ میکنیم میتونیم مثلا کاستومش کنیم. میتونیم مثلا من الان مهدی و مثلا میتونم یا رنگش و بک‌گراندش رو عوض کنم، مثلا سبز میکنم، یا این اسم همون رنگ حروفمون رو عوض کنیم، اینجا قرمزش کنیم یا بولدش کنیم، یا مثلا بیایم اینجا فونتش رو تغییر بدیم. از این کارا میشه انجام داد. مبحث بعدی که میخوام راجبش صحبت کنم مبحث توابع هستش. اینجا مثلا من نوشتم نام خودم با نام خانوادگیمو نوشتم، حالا مثلا اینم درسامه، اینم نمراتمه، میخوام میانگینم یا معدلم رو در بیارم. خب اینجا کلیک میکنیم روی گزینه FX میزنیم، اوریج انتخاب میکنیم، اوکی رو میزنیم رو نامبر. حالا اون نمراتی که میخوایم میانگینش در بیاریم رو سلکت میکنیم. مثلا من الان تا اینجا میزنم اینتر، دوباره اوکی، معدل منو در آورد 14 و 16 صدم به طور مثال. و یه مبحث دیگه هم هستش، مبحث اتوفیلده. اتوفیلد شما یک مثلا من میزنم اینجا یه عدد اینجا باید انتخاب میکنیم، بعد این مربع کوچولو رو میگیریم میکشیم تا هر جایی که دلمون بخواد. مثلا من تا اینجا میذارم، بعد اینجا روی اتو فایل آپشن کلیک میکنیم و روی فیل سریس میزنیم. میبینید که خودش اعداد رو چیز از 1 تا 15